یعنی یک 5 دقیقه میتونه ببره. 5 دقیقه شد دیگه. نه اون تو که خیلی تیز بود. دشت دنیا رو بند. دی بارش بهری نه بیم آقا الله شدک بیاد داخل یا بس چوش بده بیاد. اینجا رو باشه بارش شدید توی استان ایران. خوب رفته خوب برداشت. جاله خونه داتشه. دوباره همون سفیده چیه؟ دوباره با که جاله هایه اما خوب نمیایه نه؟ نمیایه سیل اما اینجا سیل آمده اگر لیلی و مجنون به هم میرسید عشقشان به سر زبانهای ما نمیرسید. اگر تو هم به عشقت نرسیدی داداش سر زبان ما هستی افتخارت برو عاشق شد. تک 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 ندیدم هیچ یک شایسته خوی به دنیا زیسته باشد بی عدوی نگل بی خواب استل پستل گو که نشدم با خمار گرزوی پروا ندارم پر نشد لکه تلوار گرزوی مست من نشیم استاپت ماشیم کاشکران هلی باران شدید بسمان هرام سرگیزم باران بسیار شدید الان ترخیص میکنم ما در حال فرار اتاق هستیم حکیمت غیر بسیار شمالی داریم پر از گله های قشنگ مثل کاشکی چه پیدانه بی یا باید پتانه بی یعنی دیدن سنگ و لرز جاق فاسیلانه بی جاق فاسیلانه این درخت مثل از درخت آلوچه بود. این درخت آلوچه زیاد بار آورده ولی یه شاخش شکست. بارش هنوز سالان نرسیده بوده ولی یه شاخه تقریبا مثل این شاخه، این شاخه که دستم مثل این شکسته بود. رو زمین افتاده بوده. یک دفعه یه بادی یه طوفانی میاد تقریبا چندین روز این درخت‌ها رو تکون میده. نه اینجوری بلکه اینجوری که اصلا شاخه و ماخه و برگ به جون هم میخوره. الان هری پاتر اینجا چه مفهومی و شاهزاده دورگه این شخصی که درخت شاخه از درخت شکسته بود آمد. وقتی شاخه رو دید گفت ای خاک تو این سرت با این قد و هیکل شکستی. وقتی که اومد زیر برگاه درخت رو نگاه کرد یه دونه میوه نداشت، یه دونه آلوچه نبود. شخص دلش شکست. همینطور که دل شکسته بود این شاخه که شکسته بودن یه تکون همینجوری داد. عصبانی بود این شاخه رو اینجوری کم. جای جالبش اینجا زیر شاخه هاشو بالا کرده دید میوه ها اینقدر بار داره که تمام درخت ها را گشت اینقدر بار ندید. به من و تو چه مفهوم داره که بعد شکستن یک درخت من و تو داخل این داستان نقشی داریم.
یک انسانی که همرش غم است، شکسته است، یک آدمی بسیار صاف و ساده است، اونجا شما به نظر نمیارید. اون خیلی مهمه. اون بار داره، چون بالها او را تکان نداده، اون به روی زمین خوابیده بوده. اما جالبی اینجا که این شاخه شکسته هیچی بار نداره. سه کنه یک بار نداره. یعنی ما بیشتر پلیس در جستجوی نجات یافتگان است، از هر گونه تردد از رودخانه جلوگیری می شود. محوطه اطراف تا اطلاع ثانوی محدود می باشد. بابا سلام دوستان، این تونلی خربوزه جانای و عزیزان من. ببینید چه خربوزه قشنگه و جلنگ زده و بوته های قشنگ. و همین بوته که میبینید تا حالا بار نریخته چون که سال زوده. و بیادران عزیز این یک بوته هست و ببینید چه منطقه‌ای را اشغال کرده. و بیادران عزیز اینم خودم هستم که میبینید آمدم در این پالیز تا یک نگاهی بیاندازم که این کشت ها خوب است. همینطور که میبینید تونلی اینجا خیلی به نظر بنده میصرفه. چرا میصرفه؟ چون خربوزه اگه اول از تو باشه پولم دبه مال خودته، همون پول مایدار داداش. و این هم خربوزه راک هست ولی تونل هایش کوچکتر است. و الان اینطور که میبینید از تونل ها بیرون زده و خودتان تماشا کنید. خربوزه راک اگر سوراخ نمیشد خودتان میدانید که خفه میشد و اینا رو سوراخ کردن. اما واقعا قدرت الله هست. ببینید و اینجا که هسته تونلی نیست و تماشا نمایی که چقدر عقب است. خربوزه ای که امروز برسه از تونلی توی بازار سر خربوزه جنگ میشه. یکی میگه بده واسه من، یکی میگه واسه من، اونم به قیمت خیلی گزاف، یعنی کیلوی شاید 20 افغانی. ولی وقتی که این خربوزه برسه و خربوزه های زیادی مثل این است که میرسن و کیلوی 10 افغانی هم شاید تو بروی پیش مردم زاری کنی که بخرن. و این شد داستانی از خربوزه های داستان های خربوزه بعد. خدایار مثل هم این تو دیونگی کن. این چی زندگیه؟ مثل این دختر اگه خونده اینی بخونده. هوا خوبه، بری کیف کن. بیان بخونده شون. یا خوچی پیدا نوی یا بیان پتا نوی یا خو می ترسان گلان دغا فاصله نوی دغا فاصله نوی مست مان شیما ستا تماشیما شاید گذراست این زمان برام، شاید گذراست این زمان برایم. من بگو که چی کنم، وای بگو چی کنم. سلام در روی پالز ما، وای بکی بگم خدا وای.
سیلی که خراب کرده زمینم خدا وای با کی بگم وای. یه روزی دیگه هم از بدبختی أشهد أن محمد رسول ده که شوخی سرم نیست. سلام علیکم برادران، من در یک کشور جدید که به نام پالیزستان نام می شود که در آن کشت‌های مختلفی باشد در آنجا هستم. مثال نیویورک و ریاست. نگاه کنید خوب، منظره خوب هستن، جایی هستن تا حالا کسی نبوده. و اینجا من داخل یک دریایی میرم، دست خدا داخل دریا میکنم و ماهی میگیرم. الان نگاه کنید، اینم ماهی. علی میرسه. برادران عزیز، من در این کشور به جز از خودم کسی را نمیبینم. از خلوته پالزه یکی اصلا تعدیب زمینش که نیه و مرار نزیره. برادران عزیز، خیر از سوهه ما برار دگه تعمی زمین کسی پیدا نمیشه. چه کار کنیم دگه برا بیمی ها که خدین هم هر روز برا بگن و پیسی کنیم. هر روز برا انت بوتی بگن ما هر روز بچه که دست بسه خود بدین اصلا نمیشه. ایتا برا جمار خونه جگر که دیگه چه کار کنین لالا دیگه خود میبینیم و خود ایتا برا انداریم. اینا خوب بچه اینا خوب ببینی هم فرقی نداره بچه. اینا بن خونه هم اینجی مهم که یکی دیگه ببینی حال چه کار کنیم دیگه. وقتالی به همینجی برا بدم تیرم بکنیم برا بفهمیدیم. حالی که این جیگا به این رقم شد برا بریم و چه کنیم. هر رقم بشه باید اصلا برو به تو یک گپ میگم از مرد یک گپ من نمی گپ خور میگم. گپ اینه که اگر کسی به شما گفته که برین همین ظرفا رو بشوریم بگیم ما مردیم نمیشوریم. خوشم آمد گلابی خوشم آمد در میان دل برات چشم آبیش خوشم آمد. یا آبی را میگیرم گلابیشم میگیرم در میان دل برات چشم آبیشم میگیرم. آبی خوشم آمد گلابی خوشم آمد یا در میان دل برات چشم آبیش خوشم آمد. لیلا 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 را نازم لیلا زندگانی خوب است با یار شیرین لیلا 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 همیشه لیلا زدی آتش به جان یار شیرین لیلا یا زدی آتش به جان یار شیرین لیلا.
ای کوزا جان در برمه آب وطن میبرمه تا نشوی کلام حضرت پیشی اچم میبرمه با سری بامیانا میبرمه در بامیان چندن میبرمه ای بر سری بام نشسته این امروزی یا شوی تا کشتی برش کفن میدوزی شوی تا مکش میشه گیله و زار زدی آتش به جان فیروزی گندوزی ای کوزا جان در برمه یا آب وطن میبرمه تا نشوی حضرت کلاج پیشی وامیانا میبرمه سری پالیس میبرمید با خربوزه چیندن میبرمید با کار کردن میبرمید هی خدا حافظ شما برادران عزیز خوندنا خوش شما آمده باشن. خدا حافظ. خدا نه زین علی من میبینی این دونه اینجا این دونه هم بکشید خوب سعی کنین این دونه برسیده خیلی شما برین که یک خربیزی هم بخوریم تنجو من داخل که یک شال بینم خیلی شما خیلی جلوشه دیگه هم بکنم از سیاه هم بکنم من شاطی که خالیم آرمین برایا درخته لیران تو میبینی اینجا باغ هم دیگه ایزی نامه برده اینا تاشون میچنی درخته انجیر هم که میبینی سه کنی اینا درخت انجیر حال به شما یک انجیر میکر میکنی انجیر سیاه سه کنی انجیر بنجون درخت شونه سه کنی یه انجیر براش انجیر که زاغه ایتی یک شیانال به شما براجو میخونم ببینید که چی طعم دار چی مزه یاره انجیر خوب چیزه به شما یک انجیر سرچیزی هم نشون ده انجیر هم سعی کنید انجیر با شما حال نشون بدم چی طعمی داره چی فایدی داره این که هست انجیره برو از درخت تازه کندم اما همی عمال انجیر فایدی بسیار داره فایده از این فقط در داخل این همی دونگرکه خیلی ریشه که خیلی خوشمزه شیرین این هم انجیر سه کنید که چی نخ شده نگاه کنید حالا چون انجیر وسط دید تا میکنید بگید عشق چی میبینیم تقریبا شکل نارنجی داره بزن کامل بزن ببین برادران تقریبا برا انجیر اینون به جوششون نرسیده برا هر دبه رسون این میشه بریم یک انجیر دیگه هم پیدا کنیم برا جای انجیر ها برای همه کشته دود میرسه هم از انجیر دیگه هم به میه لغمه بزنم برا کن باید خشم من خربیزی انقاش کنیم ببینیم برا جیگه آیا شما خوش باشه دیگه اما میتونیم جنگ نکنه خیلی خشم بعد خیلی نبی نکن سعی کنیم تجودی تا خربیزه داشتیم خربیزه جانان خربیزه بیزی من خربیزه جانان ورمه دارم میخورم هم ببینیم که شیرینه بیا برارا جیگه هسته کن دیگه خربیزه حل بشمانه شد
نور خشم باشه بگر برو خربیزه را یک دسته قاشم یک دسته دوربین گرفته برو که بیننده های عزیز ببینه سه کن خربیزه را روش میکن باش مقبوله این خربیزه که هسته سرخه تینو هر خربیزی که نگردی به همین دنیا تایی سرخ مثل نارنجی مثل چی بگم برادر از این خربیزه سرخ میرم بزنم خیلی شما دیگه برین طرف کنم ایسی جلنگه هم نشون شما زمین هم یک سه بکنه من اونه گسپند هم اونجا گاه منظره خربیزه خوردن در طبیعت در داخل پالید همین خربیزه اونجا کش شده یواش دیگه که دگره به نبی جو نگادم دی برا هم تخمیه برا اصلا هیچی نیه تخم چیه مثل یک دیگه ته زمین من دازی ایشتا میشه که همین تخم کلون میشه خربیزه میکنه که تی اوه یک تخم تی اوشه کی باور ای برا ای خداوند اینا دست پخت خدای اینا بخیر اصلا من خراب کنم حالا همینجا خیلی کارت بگذار من باید خیلیش من چه کار دیگم تی پالیس بزنیم باید این نهار بانجونه تو میبینی بکنیم بانجون سرخه شمالی جانه خریده همشون این همچنین سبزی هم به شما نشون منم خربیزه برشید که از اون یه خبرگیر بکنم خربیزه این دیگه برسه نم جیلی خوب سه نگی برو هرچو برنیم بیشنیم همیشه خیلی شما خداحافظی کنیم تا 10 سال لگه خیلی خودخواهی یا 20 سال لگه فرق داره این کردی لنسه کنیم خدا حال بفهمید آدم که زحمت کشه چی به آدم خدا من میده ایت زحمت نکشی علوی خود بتونی گنج بیرون میشه گنج که میفهمی فقط تو یک چند تا تخم پاشته فقط زحمت کش برا تا میتونی بالا یک پر زمین زحمت نکشی اندازه 10 پر زمین حاصل دیر میبینی این خیلی شما خداحافظی کنی خربیزارم با آخرین بار ببینی برا علی میرم سعی کنه که نگی بانید پس خداحافظ برار جیگر نفس تا هر وقت که خود ببینی خدا سلام علیکم همین که بجای که برام از این حل میری بیشتر دیگه کار که نمیتونی شما خربیزه هم میبینی از شما نشون دو ای با دگر رقم خربیزه سه کنی فرق داره برا حالی ایران یک غاش بردم تیزی با سیفید خربیزه تا خربیزه سه کنی بله سه کنی ایر سه کنی ایر سه خیلی فرق داره برا این سیفیده و که هست سرخه برا این خربیزی انال بخورم شما تیمیر بکن من این هم خودی برار دیگه انال رو میکنه خیلی شما میزن این خربیزه استک برار یک دقیقه رو کنم
کنی دیشو بیننده ها ماتا بس من اینو بگیرم بسم الله برار جیگر از این هر رقم شیرینی بیشتر شیرینه ایشتانه که شیرین شده ما اومدیم که نی شیرینه نی چی بگم شما ما اصلا تمی زمین خوش شیرینی پاش نمدیم اصلا به نمی شکر که بگم خاکم که شیرینی اومد که شیرینی برا اینا ایشته شیرین میشه این فکر بکن السلام علیکم و رحمت الله و علیکم شما خوبه سلامتی جان شما باشه امروز یک بیننده عزیز یا عزیز ما چند تا سوال بکن درباره کشاورزی که ما هم داخل یک زمین هستیم که هم پالیز هم بامیان کشتیه هر چی هست برا درخت هم هست انوال عزیز سوال بپرسید سلام علیکم برا یارو خوشحال الله خیر سلامتی بینندگان شما سلام میکنم شما اشنید یا خوشحال هستیم خیریم سلامت باشیم برا ما امروز درباره خربزه کشتن و بامیان کشتن و چیندن و آسیلی و درباره پول اینا هم شما سوال میکنم باید جواب بدید خب بگو دیگه بچیم یک ساعت فس میگیریم میگم چی بگی خب بچه من که جان شروع میکنم انوال برار جیگر همین خربزه رو میبینی همین نی شکری نی هیچ چی داخل همین جوا نمیندازی که ایسا چیز میکنه تخمه میندازی که ایسا میکنه اصلا به نمی شیرینی نمیندازی خاک انکو شیرینی او انکو بیخی شیرینی ایشته شیرین میشه خب معلوم داره خب هم تا خاک میندازی شام همین خاک شیرینه خب خربزه هم شیرین میشه خاک بچین کجا شیرینه خاک کجا از شیرینه مگه همه با تا خاکم که برشتا بگم دقیق سوال بکن جوان سوال یاد نده برو دقیق کاسه بیار دقیق خوان یک سوال دیگه همین این دو نه دمی که میکردی این چه سرخی تا همین زمین نیه ایشته ای سرخ میشه جوان همین تخم این دونه که پست سرخه صحیحه این که با تا خاک میره خاک سرخ میکنه تا این که سیز میکنه همین این دونه خودی جوان سرخ میشه دیگه تو همین زر نمیفهمی آدم آقیلی با رسانه هم کار میکنی کله تو پوچه مغز تو پوچه اصلا اندازی یک ماشی هم نمیفهم تو چی رقم اینجا گردن خب برار سه که دیگه نمیفهم سوال یک سوال دیگه انا سوال میکنم که بند منی برا ای تو بگر بند منی انا تو بگو سلام علیکم برادران اینجا یک رفیق دارم که بیام بازی خربیزه ما دارم بپرسم که خربیزه چی طعم داره خوب خربیزه ها حال میپرسم حالا اینجا سه کن بله لالا اشتیانی خوبی خوبی یار خوشحال بخیری این خربیزه چی رقم لالا بعد نه لالا فکسه شیرینه شیرینی ها اینا چی رقم تیز سرخ هم برار از چی تاثیر یک فهمیدی تاثیر از اینو برار که خوب خربزه که او میخوره خربزه خوبه میشه فهمیدی خربزه خوبه جوان مگه هم بخوری دیگه خوب انوال دیگه حال دیگه غلام اربغزا بچیم دیگه حال دیگه چی معلوم شده دیگه انوال گپ خربزه خوابی خربزه چی رقم شیرینه توروش تلخه بچیم خوش شیرینه دیگه خربزه هم بدیدی توروش باشه ایپت دیدار رو با تاکیله که توروش میشه جون دیگه دیگه میکنه انوال بینندگان عزیز میپرسم که خربزه چی رقم کش میشه که اینا اشته بیزی آسل من هست بگی اینا اشته کش برار گل کتور دارم بفهمیدی هم یک تخمه که میبینی ها انمیر که میبینی هم تا خاکم این دیده خربزه میشه دیگه کایه و هم میدی برگرده ما ایده نمیفهمیدی کله تو مگه هم پوچه یک تخم خربزه میشه برا دیگه اینا برا جگر دست پخته بسم کینه الله الرحمن الرحیم در مستندی که بسیار جالب است برای شما تقدیم عرض می‌دارم این یک تن از دیوانان شهر می باشد که داخل بیلار نفت آوازه میکنه بیبی یکی از بهترین شناگرای افغانستان که در سطح جهان اول می باشد که در بیلار بسیار کوچک زیر آبی می رود شید نگاه کنی برادرها یک دو سه بیبی بسیار آواز سالم است در سطح آسیا اول شده در آوازی در بیلار نفت نفس بسیار زیاد است یعنی در داخل داخل آرام در یافتن که خود فرق میکنه از باش پنج بالا الان من دیگر بیا فکر میکنه که زنده است این زنده است 40 پاسه واری کله خدا بالا کرد یک ساعته ما بیرون نکنه
فقط مگل است ببین. مارا جام کو ودا تو مارا جام کو رفیقی من میزنی ها کس کنی حالا که کار دارم بزن کی بزن تو با تو میگم مکن جنگ میکنی که تو را بکلیت میزنم و بلار که بشکنم تو رفیقی من میزنی ها حالا کار دارم که خیلی مارا جام کو بزن دوتایی کن دوتایی رفیقا دوتایی میکنی شو باش لانا مارا جام کو پیشای خفری بزن الله چی کلمه جنگ جهانی طالبا و داعش تو رفیقی من میزنی ها بگی که شوخی دارم فقط بگی ادتان چپ دنبا چپ دنبا کالا سفید ادتان بگیرین گردن مارا جام کو الله کشتم بگی تو بگی جاغیه بگی وا خاله زدن کونه مارا جام کو الله بکشت وا خاله یک دو سی یک گوش ودا بس پندم زوره یک دو سی چو بزن دنبا چه نمیاره بزن یک کاله بزن بیم کاله بازی کالی بشکنی یا دو سی شروع بازی دیگه نامه بازی چمک داره بازی یا دو سی پاس یا گیش بشکست کالی خلاص بشکست کالی بچه یک دو سی اوخی وزاد بکش ساک جنگ گسفن جنگی ورم دما خداحافظ دیگه جنگ جهانی تمام شد خداحافظ زمین را یک سیر بکنیم این فیلم با تمام بشود در آن هویدا رمضان ماه خدا رمضان ماه دعا رمضان ماه صفا رمضان ماه جلال رمضان ماه خدا رمضان ماه دعا رمضان ماه صفا رمضان ماه جلال شد نشد از دور نگات میکنم.
چشمی خون فشان دارم براحت یا رسول الله دو چشمی خون فشان دارم براحت یا رسول الله بسازم جان خود هر دم فدایت یا رسول الله بسازم جان خود هر دم فدایت یا رسول الله میری بخیر گرفتت سوی این مسکین گزارت یا رسول الله گرفتت سوی این مسکین گزارت یا رسول الله به سوی آسمان رفتی شب معراج و نزد حق به سوی آسمان رفتی شبی معراج و نزد حق بیا در جبرائیل با تو براغت یا رسول الله بیا در جبرائیل با تو براغت یا رسول الله شفاعتگر کنی در ز محشر جمله امت را شفاعتگر کنی در ز محشر جمله امت را نگوید با هیچ آندم خدایت یا رسول الله نگوید با تو هیچ آندم خدایت یا رسول الله بسازم جان خود هر دم فدایت یا مدارم با تصویری حرف میزنم بسازم جان خود هر دم فدایت یا رسول الله گرفتت سوی